حتی به بهانه تقویت اکوتوریسم نباید در واقع رفتاری تحریک آمیز بکنید. حتی اگر که ارزش‌ها و رفتارشون رو ظاهرا قبول نداریم احترام بذاریم، اونها رو تحریک نکنیم. ما یه واژه‌ای داریم تو گردشگری به اسم اکوتوریسم یا گردشگری مبتنی بر حفاظت از بوم و بر، مبتنی بر دانش. یه واژه دیگه هم داریم به اسم ایگوتوریسم یا ایگوتوریسم و اکوتوریسم. این اکو و این ایگو با هم یه حرف فرق دارن. اون ایگو همون ایگویی که آقای فروید گفته بود، یعنی خودخواهی. راستش اینه که خیلی از گردشگرای ما توی سفر به شدت خودخواهن. فکر می‌کنن هر جور که دوست دارن باید رفتار کنن. حالا اگه یه خونه اجاره کردن، یه اتاقی گرفتن، نمیدونم یه مسافتی رو طی کردن، حالا تا اینجا اومدن، پس حق دارن هر کاری بکنن. این توی تعریف جهانی گردشگری خودخواهانه مصرفگرای ساختار شکنه. جامعه ما خیلی بر نمیتابته. لقمه کوچیک‌تر بردار که خیلی طول نکشه لابلاش بخوای صحبت کنی. یه رو به داریم می‌جوینیم توی بقیه صحبت کنیم. اینه اگه مثلا میگم اگر یه کشوری قانون رو داشتش که برده‌داری اجباریه، شما گردشگر میاد تو خیابون راه میره و تو گوش یه نفر بزنه، آیا به این باید احترام گذاشت؟ اون چیزی که به عنوان ارزش‌های فرهنگی یک جامعه مطرح میشه کاملا سوای ملاحظات سیاسیه. در واقع ارزش‌های فرهنگی ریشه چند صد ساله داره و از دل یک نظام و یا قرائت سیاسی خاص خارج نمیشه. حالا میبینید که مثلا رژیم طالبان در افغانستان گفته که دختران حق ندارن که به مدرسه برن. آیا چنین حقی رو ما باید به احترام بذاریم چون دولت سیاسی حاکم بر اون کشور یه همچین حرفی رو زده و یه همچین قانونی رو وضع کرده؟ مشخصه که این گونه نیست. ولی وقتی که ما می‌بینیم در یک سرزمین 1400 ساله که دین اکثریت مردمش اسلامه و اونها در واقع از یک فرهنگ خاصی تبعیت میکنن، اینو دیگه نمیتونیم به حساب نظام سیاسی بذاریم. آن چیزی که عرف در واقع دین اسلامه و تو همه کشورهای اسلامی هم رعایت میشه، ما هم باید بهش احترام بذاریم. یه سیل میاد خونه های مردم رو خراب میکنه، خونه ها رو میسازن، یه زلزله میاد یا هر بلایای طبیعی اگر اتفاقی بیفته، اگر کشاورزیش خراب بشه باز از نو شروع میکنه، خونهش خراب بشه باز دوباره از نو میسازه. اما فرهنگ یه چیزیه که به هر حال اگر اون از بین بره، اون اعتقادات، اون فرهنگ، اون آداب، اون رسوم اصیل که از دیرباز و از قدیم و ندیم ریشه در زندگی مردم اونجا داره، اون از بین بره، اون دیگه ساختنی نیست، خونه نیست که بسازند. یعنی من میخوام به شما بگم حتی منم مقصرم، حتی همصنف منم مقصره. اصلا نمیخوام راجع به دولت و حکومت و حاکمیت حرف بزنم، خود ما ایرانی‌ها مقصریم. یعنی باید سهممون رو بپذیریم تو این عدم توازن. بعد وقت ما با این سهم نپذیرفته بلند میشیم از یک جای خوشنشین و یک جای مثلا آنچنانی راه میفتیم میریم یه جای محروم و اونجوری، بعد تازه میگیم بابا من اومدم اینجا بیا ماشروم بخور، نمیدونم بیا نمیدونم. فقط میدونی که این گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری خیلی اتفاق مسخره ایه. الان مثلا شما فکر می‌کنید جوکه، میگه ها میخندی. نه، این اتفاق یه ریشه تاریخی داره و الان جاریه در گردشگری. میگم حالا یه گردشگری اومد یه اشتباهی کرد، آقا شما چرا کافر رو میریزی به هم؟ داستان این نیستش که همه اتفاقات بغضی هم که توی مقصد میفته مقصرش گردشگره و جامعه بومی هیچ نقشی نداره. جامعه بومی و مقصد پذیرفته که گردشگر بیاد و این گردشگر هم که پذیرفته بره اینجا. هر اتفاقی که بیفته از کنش این دوتاست با هم دیگه. از اینجا تا 200 کیلومتر به سمت شرق، به سمت غرب، لهجه صحبت کردنشون هم متفاوته، تا چه برسه به یکی که از فرسنگ ها و کیلومترها راه میاد. قطعاً به هر حال فرهنگ ها متفاوته، زبان گویش متفاوته، پوشش متفاوته. ما باید به هر حال این تاب‌آوری و این انعطاف پذیری و اینو بپذیریم که به هر حال اون کسی که میاد روز اول آنگونه
که فرهنگ ما هست، پوشش منطقه ما هست، گویش منطقه ما هست. همچنان که روز اول هر کاری ما بکنیم اون نمیتونه به زبان ما صحبت کنه. مثلا 50 مردم بیاید اینو سوال کنند و همه را بچه‌ها نگن وارد چی مثلا کن یک موتور یا کایک یا یک ماشین یا آیا میرو میفهمی یکی مثلا سوال کنم بردن تیسکلات آقا 3000 دلار، یک ماشین سوال کنم بردن اینجا بجا آقا 3000 دلار، همه را چی مثلا نگن وارد مثلا همین آدم ما روستا ما مردم حالا یک کثافتی بوره بل نفهمید که کی همونطور که شما سرمایه گذاری میکنید، میلیاردها پول میدی، یه لنگ میخری، میری هزینه میکنی، سختی میکشی، باغ درست میکنی، کشاورزی، یک کار دیگه ای، در واقع این گردشگری هم شاید شده منبع درآمد خیلی از کشورها و با همین پول و با همین درآمد یک کشور رو دارن اداره میکنن. بنابراین ما هم نباید خیلی سختگیر باشیم. یه صفحه اینستاگرامی به من یه پیامی داد که عکس یه خانم بلوچی از پشت سر بود. پیام داد که 100 بار دیگه اینو بکارن ما میبریم. غلط میکنه. حالا اجازه بده. صبر کن بذار صبر کن. شما نخل رو هم حذف کنید این تلاقی کویر و دریا دوباره جاذبه است. اگر این مردم خورشید رو میپرستیدن، اگر این مردم چشمه ای رو میپرستیدن، شما جلوی خورشید رو گل میگرفتید، شما اون چشمه رو خوش میکردید. گناه اون چشمه چیه؟ گناه خورشید چیه؟ گناه اون درخت چیه؟ اون درخت در واقع داره تولید اکسیژن میکنه، اون درخت داره ترسیب کربن میکنه، اون درخت آشیان حیواناته، اون درخت داره خاک رو حفظ میکنه، تولید آب میکنه. تو دنیا وقتی کسی مخالف یه چیزی باشه میاد با گفتمان حل میکنه. شاید اون طرف با صحبت کردن اقناعش کنه. زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در همون مدینه منوره یهودی هم زندگی میکرد، مجوسی هم زندگی میکرد، در کنار همدیگه رو تحمل میکردن. چطور ما به هر حال الان که دنیا اومده طرف در فکر زندگی در یک کره دیگه به غیر از زمینه، ما به اینجا نرسیدیم، ما به این دانش و به این درک و تا این حد و اندازه نرسیدیم که یکی میاد با یک اعتقاد، با یک تفکر، با یک به هر حال فرهنگ دیگه نتونیم اونو تحمل کنیم. آقا من الان میخوام به شما بگم طرف از تهران رفته چابهار، ما داریم میترکیم که اگه از آلمان بره چی میشه؟ بابا چابهار که دوره، روستای من 80 کیلومتر با تهران فاصله داره، میگن از تهران بیان دماوند، بیان سربندان، وای زخم فرهنگ، بابا هموطن ماست، داره تجریش میاد، 40 دقیقه فاصله داره. حالا اگه از برلین بیاد چی میشه؟ این اگه از واشنگتن بیاد چی میشه؟ این اگه مثلا از نمیدونم توکیو بیاد چی میشه؟ فارغ از این داستان ما باید وقتی که در یک سطح کلان به این داستان نگاه میکنیم باید بدونیم که رونق صنعت گردشگری چنین تبعاتی رو قطعا داره. تجربه مشابهش رو مثلا تو جزایر هاوایی داشتیم. اخیراً نماینده مردم هاوایی در یه نطق کوبنده‌ای در پارلمان کنگره آمریکا اومد گفتش که اگر من میدونستم گردشگری و رونق گردشگری قرار چنین بلایی بر سر فرهنگ بومی ما مردم در هاوایی بیاره، هرگز اجازه نمیدادیم که پای حتی یک گردشگر به هاوایی باز بشه، با اینکه در واقع حیات و رونق و تجارت اصلی هاوایی گردشگریه. اما چرا داره ایشون این حرفو میزنه؟ به خاطری که تمام اون فرهنگ دیرینه و متمایز مردم هاوایی، حتی تنپوش هایی که استفاده میکردن، آیین های نمادینی که داشتن، در اثر ورود گردشگران از بین رفت. نرخ اعتیاد، نرخ بزهکاری، نرخ فحشا به شدت افزایش پیدا کرد. با یک فروپاشی اجتماعی در هاوایی روبرو شدیم. علاوه بر این اغلب پوشش های گیاهی طبیعی منطقه در اثر عدم رعایت ظرفیت پذیرش گردشگر از بین رفت. گردشگری افسوسه، گردشگری عبرت.
مهدی تا حالا فوتبال ساحلی بازی کرده بودین اینجا؟ نه. حال نمیده؟ راه بندازین حال میده. حاجین کشت و کار نخل اینا رو بلدی شما خودت وارد تو این قضیه؟ بله. این برای چی نگرفت؟ خوش شد. یه نگاه کن خالی خجل کار شفا. اون شب برای این شد که ما بتونیم اون اباحت این نخله رو دوباره برگردیم. درخت رو که ما از جا کندیم یه اتفاقی برای درخت افتاد که نباید میافتاد. تو جابجایی درخت نخل باید اون بالا خود تنه درخت ضربه نباید ببینه. لودر ما که این درخت از جا در آورد نتونست نگرش داره. وزنی که درخت داشت با دستگاه ما همخونی نداشت. درخت افتاد رو زمین که این اتفاق در واقع نخاش آسیب دیده. آره. وضعیتی که ما تو مقاصدمون داریم توی نحوه مواجهه گردشگر با جامعه میزبان یا مقصد یه چیزی شبیه به فاجعه است. در دنیا چجوریه؟ در دنیا تفریحگاه‌هایی وجود داره که مردم میتونن برن اونجا و تخلیه انرژی بکنن. یه بخشی از این ماجرا که طرف میره در کنار اون نخل در اون منطقه دور افتاده حجاب خودش رو برمیداره، میره یه ماشین آخرین مدل شاسی بلند میگیره به بهانه آفرود، بیراه نوردی، تمام پوشش گیاهی اندک منطقه رو از بین میبره. اونجا آلودگی صوتی شدید ایجاد میکنه که حتی مسیر مهاجرت پرندگان رو تغییر میده، چون که همچین فضایی تو شهرها براشون فراهم نیست که بتونن برن و انرژی خودشون رو تخلیه کنن. پس یه بخشش برمیگرده به سختگیری‌های حاکمیت. اساسا ما فکر می‌کنیم که چرا آدم‌ها به عنوان گردشگر سفر میرن، برای اینکه در واقع فشاری که تو جامعه بهشون میاد، یعنی تو زندگی روزمره بهشون میاد، برای اینکه از اون فشار رهایی پیدا بکنن و برای اینکه کمی فارغ بال بشن از همه چیز میرن به سفر. و آدم‌ها وقتی در سفر هستن در واقع خیلی آسوده تر به خودشون میگیرن، یعنی پرستیژی که روزانه ممکنه تو محل کارشون یا تو شهر خودشون یا تو محل زندگی همیشگی خودشون داشته باشن ممکنه تو سفر فراموش بکنن، راحت‌تر پول خرج میکنن، راحت‌تر لباس میپوشن، راحت‌تر به هر حال همه چیز رو سعی میکنن راحت بگیرن. حالا این راحتی رو شما بذارین در مقابل پارادوکسی که باید یه دیسیپلین جدیدی رو به خودشون اعمال بکنن که مطابق هست با کدهای رفتاری و اخلاقی جامعه در واقع مقصدی که میرن. این دوتا پارادوکسیه که باید بهش پرداخته بشه. الان ما اینجا چیزی، یک تسهیلگری، یک واسکازینی، یه روان کننده